برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز و گرامی ما، برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکت محمد در خدمت شما هستم. امروز تماشاگران گرامی، ما درباره زیاد شدن حجم فوند ذخیروی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان صحبت میکنیم. فوندی که به کجا صرف می شود یگان عضو ملت نمیداند، یگان فرد ملت نمیداند، حتی وکیلان پارلمان نمیدانند، بجز اینکه رئیس جمهور، دیگر هیچ کس نمیداند. حجم فوند ذخیروی رئیس جمهور در سال 2021 404 میلیون سوم را تشکیل میداد و برای سال آینده، سال 2022 باشد، به این فوند باز 34.5 میلیون دیگر اضافه شد. مبلغ این فوند از بودجه کشور جدا می شود، از بودجه کشور، یعنی از پول مردم، از کیسه فرد ملت، اما هیچ نهاد حق تفتیش کردن آن را ندارد که این پول به کجا صرف شد. در کشوری که معلمانش بنابر نرسیدن معاش به روزگذرانیشان به مهاجرت می روند، رئیس جمهورش به بهانه فوند ذخیروی 5 میلیارد سومانی بودجه را به کیسه می زند. امروز در این باره صحبت می کنیم. فوند ذخیروی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان باز هم افزایش یافت و برای سال 2022 به 438 میلیون و 540 هزار سومانی رسید. یعنی اگر با دلار حساب کنیم 38 میلیون و 840 هزار دلار. 38 میلیون و 840 هزار دلار. حجم فوند نه تنها با پول ملی بلکه با دلار هم افزودگی است. سال گذشته حجم فوند رئیس جمهور 35 میلیون و 700 هزار دلار را تشکیل میداد. امسال باشد به بیش از 38 میلیون و 800 هزار دلار رسیده است. این نشان دهنده، تماشاگران عزیز، نسبت سال گذشته 8.5% بیشتر است. اکنون برابر جدا شدن مبلغ کاملا در اختیار شخص رئیس جمهور امامعلی رحمان قرار می گیرد و گفته می شود با صلاح دید خودش برای کارهای خیریوی، اجتماعی و در حالتهای اضطراری استفاده می شود. در همین حال تا امروز همگی یک مرتبه سال 2020 3.1 آن مصرف شده است و در سالهای دیگر از صرف این مبلغ حتی 20% حسابات وجود ندارد. نگاه کنید، سال گذشته امامعلی رحمان، یادتون باشد، دعوا کرده بود که به هر یک خانواده یک کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов را هدیه میکند و برای این کار از فوند ذخیروی رئیس جمهور 136 میلیون جدا کرد. در یادتون داشته باشید 136 میلیون جدا کرد. بار دیگر تماشاگران عزیز خاطر رسان میکنیم که مبلغ فوند از حساب بودجه جدا می شود، از حساب بودجه کشور، و بودجه از حساب اندازهای مردم شکل می گیرد. 136 میلیون هم در خاطرتون دارید و این هم در خاطر دارید که این 136 میلیون از حساب انداز از کیسه های شما داده شده است. یعنی کاملا این همین 136 میلیون که با کتاب تاجیکان جدا کرد یا همین فوند ذخیروی رئیس جمهور هم همش کاملا به مردم تعلق دارد. این پول مردم است. دقت دهید تماشاگران عزیز، سخن درباره جدا کردن مبلغ برای نشر کتاب تاجیکان
در سال 2019 از جانب خودی رئیس جمهور یادم نرفته باشد صدا داده بود و معلوم نیست آن از بودجه فوندی سال 2019 جدا شد یا 2020. حالا هم کتاب تقسیم کرده گشتند. سال 2020 سال 2019 گفتند، 2020 گذشت، در سال 2021 هم حالا چند نفر در فیسبوک می نویسند که انا به خانه ما هم کتاب تاجیکان آمد. حالا 3 سال باز رفته ایستاده است. انا کنون نگاه کنید، حتی اگر پنداشته شود که کلی کتاب تاجیکان از فوند سال 2020 جدا شده باشد، بیش از 250 میلیون مبلغ فوند ذخیروی در کیسه امام علی رحمان باقی مانده است. 136 میلیون رفت، بله، بیش از 250 میلیون دیگر در کیسهش مانده است. رئیس جمهور با سر شدن پاندمی کرونا ویروس یادتان باشد وعده کرده بود که از فوند ذخیرویش به طبیبان 12 میلیون سومانی کمک پولی جدا میکند. ما تقریبا از 20 طبیبی که در تاجیکستان کار میکنند پرسیدیم این را، مثل یک نظرسنجی پرسیدیم که آیا همین پول را گرفتن یا نه. به این نظرسنجی ما رسو 1 سال زیادتر شد. در برنامه های پیشین در این باره گفته بودیم. یگان نفری، همین 20 نفری که ما پرسیدیم، یگان نفرش نگفت که همین کمک پولی را گرفته است. نگرفته بودند. یعنی انا همین پیشوا نگله پر رویانه طبیبانی دست به گریبان با مرگ را فریب کرد. پولتان میدهم، کمکتان میکنم، کار کنید گفت. مردم کار کرد، پول وعدگیش را نداد. یعنی مشنیک. از 385 میلیونی که در سال 2019 جدا شده بود، درباره مصرف های بزرگ مثل نشر کتاب تاجیکان یگان معلومات وجود ندارد. و کتاب تاجیکان چقدر پول مصرف شده است، با چقدر پول از چاپ برآمده است، معلومات وجود ندارد. اگر همه اطلاع مصرف های فوند ذخیروی رئیس جمهور در سال 2019 جمع آوری کرده شود، از 5% حجم عمومی آن بیشتر نمی شود. یعنی در آن سال هم امام علی رحمان بیش از 350 میلیونی با نوک سوزن جمع کرده مردم را به کیسه اش زده است. این 350 میلیون سومانی به کیسه اش زدگی بر علاوه میلیاردها دلاری که از هر طرف می دزدد. این خیلی نیرنگ های غارتگری زیاد دارد. از چندین نیرنگ های غارتگرانه اش این یکی اش است. یکی اش هست که دیگر فوند رئیس جمهور گفته رسانه‌ای می شود و ما می فهمیم که به فوند رئیس جمهور چقدر جدا شده است و می فهمیم که امسال به چقدر پولی بودجه کشور امام علی رحمان چشم علا کرده است. این چیزی که دیگر پنهان کرده نمی شود. اکنون در همین حال همه 136 میلیون پولی برای نشر کتاب تاجیکان جدا شده در سال 2020 در اختیار شرکت فراز داماد رئیس جمهور شمس الله صاحبوف قرار گرفت. 136 میلیون جدا کردن، گفتن که 136 میلیون پول جدا می شود. این شمس الله صاحبوف گرفت. برای چی؟ برای اینکه شمس الله صاحبوف گفت که کتاب تاجیکان را من چاپ میکنم. حالا معلوم نیست که شمس الله صاحبوف چقدر این پول را مصرف کرده است و چقدرش را به کیسه زده است. فقط چیزی معلوم شدگی همین است که طبق اطلاع رسانه ها چاپخانه ارگراف برای نشر این کتاب تاجیکان همگی 4.5 میلیون سومانی پول پرسیدگی بود. برای نشر کتاب تاجیکان 4.5 میلیون پول پرسیدگی بود.
آنجا گفتن که 136 میلیون پول جدا میکنیم، چاپخانه همگی 4.5 میلیون سومانی پول میپرسد. چقدر میموند؟ 131.5 میلیون سومانی. یعنی با نشری کتاب تاجیکان امکان دارد شرکت فراز شمس‌الله صاحبی و داماد رئیس جمهور بیش از 130 میلیون سومانی فایده گرفتگی باشد. 5 میلیون صرف دارد، 131.5 میلیون فایده. بیزنس را دیده ایستاده اید؟ 5 میلیون صرف میکنی، اونا هم 5 میلیون نه، 4.5 میلیون پول صرف میکنی، 131.5 میلیون فایده میگیری. یعنی همان مبلغ جدا شده برای کار خیر، یعنی نشر کتاب تاجیکان نیست، از دایره عائله رئیس جمهور بیرون رفتگی نیست و نه کم از 80% این خیر همت بلندانه پیشوا به کیسه دختر دامادش وارد شدگی است. سال گذشته وکیلان نامردمی، همین وکیلانی که در پارلمان نشستگی هستند، وکیلان غیر مردمی، تصمیم گرفته بودند که مبلغ جدا شونده مردم به فوند ذخیروی رئیس جمهور را 5.4% افزایش دهند. سال گذشته. امسال این افزایش به 8.5% رسیده است. یعنی 1 برابر بار زیاد. ببینید، در کشوری که معلمانش بنابر نرسیدن معاش به روزگذرانیشان به مهاجرت می روند، در همین حالت رئیس جمهورش به بهانه فوند ذخیروی 0.5 میلیارد سومانی بودجه را به کیسه چپش می زند. همین شب روزها شمار آموزگاران در تاجیکستان حدود 130,000 نفر گفته می شود. اگر این 438 میلیون بین آنها تقسیم شود، به هر کدام آموزگاران 3400 سومانگی می رسد. به هر یک آموزگار انامین پولی که به فوند ذخیروی رئیس جمهور جدا شده است، به هر یک آموزگاری تاجیکستان 3700 سومانگی می رسد. این مبلغ 130,000 عائله معلمان را با 7 خلطگی آرد، 20 لیتری روغن، 50 کیلوگی برنج تامین میکند. اگر همین 3700 سومانگی به معلمان داده شود، همچون یک کمکی ایلاوگی، با احتمال زیاد در صورتی به معلمان داده شدن همین پول، قسم زیادی از آنها از ترک کسب خودداری میکردند، مهاجرت نمی رفتند، معلمی را پرتافته کوچه روبی نمی رفتند، کوچه روبی را از معلمی اولا نمی گرفتند. در همین ماه‌های اخیر 2 خبر را خواندیم، در برنامه ها هم گفتیم درباره این خبرها. تنها طبق همین 2 خبری که در اول ماه نوامبر نشر شد، 311 نفر آموزگاران ناحیه یاوان و 2400 نفر آموزگاران ولایت سوخت در خود همین 1 سال اخیر ترک آموزگاری کرده. 90% آنها به مهاجرت مهنتی رفتگی هستند. 90%شان به مهاجرت مهنتی. در مهاجرت مهنتی یگان جای کار هیچ کس وعده کردگی نیست. این یک ریسک کلان است. در اونجا نمیپرسند تو معلم بودی، پروفسور بودی، دکتر بودی، نمیپرسند تو معلمی با تجربه بودی، علاچی معارف بودی. این خیلی گپ نیست. میروی کار یافتشدگی رو میکنی. کوچه روبی است کوچه روبی، خشت کشانی است خشت کشانی، لای کشانی است لای کشانی، فرق نداره. بارکشانی است بارکشانی.
معلم می رود روبرو به این خیل کارها می شود. به شاگردان مکتبش که می گفت بخوانید نخوانید مهاجر می شوید، سرسان و سرگردان می شوید، به آنها رفته لایکشانک می شود. انا همت رئیس جمهور پول به کیسه چپ میزند، معاش آموزگار 10% برداشتم، 5% برداشتم، 15% برداشتم، اینفلیاسیون پول میبینی هیچ معاش به وی برآورد نمی شود. همین حالت. حالا درباره از تمام کشور چقدر آموزگاران ترک کار کرده، ترک آموزگاری کرده به روسیه رفتن، یگان نهاد آمار نمیدهد. اما باور کنید تماشابینان عزیز، با باوری کامل میتوان گفت که حتی تقریبا 10,000 آموزگاران کشور به مهاجرت رفتگی هستند. به خاطر چی؟ به خاطر نگذشتن روزشان. اما معلم، معارف تنها بخش نیستند که به مبلغ احتیاج بسیار شدید و عاجل دارند. ببینید، حالا ما درباره آموزگار معلم گپ زدیم. اینجا از 4 طرف ما تهدیدهای امنیتی وجود دارد. در همین حال بخش نظامی کشور بنابر وضعیت به عمل آمده در منطقه عاجلاً به مبلغ نیاز دارد. مبلغ لازم است. در بودجه سال 2022 برای مبلغ گذاری بخش مدافعه، مقامات حفظ حقوق و دادرس‌ها همش یکته 2 میلیارد و 290 میلیون سومانی پیش بینی شدگی است. هرچند همه این را میدانیم که نه همه این مبلغ مستقیما از بودجه جدا می شود. سهم بودجه در این خراجات همگی 1 میلیارد و 951 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. باقی مانده آن از حساب کمک و گرانت ها تامین می شود. یعنی پولی که برای فوند ذخیروی رئیس جمهور با منبع خراجات نامعلوم جدا می شود، یعنی به کجا رفتنش کسی نمیداند، برابر به 22% بودجه وزارت دفاع، مقامات حفظ حقوق و دادرس ها می باشد. فهمده شدید؟ از 5 یک حصه. اگر بودجه خودی وزارت دفاع از آن جدا کرده شود، حالا اینجا 3 نهاد را گفتیم، اما خودی وزارت دفاع جدا کرده شود، دهشت است. باور کنید، غارت و خیانت در روز روشن پیش چشم مردم آشکارتر می شود. چخیل نگاه کنید. حالا اینجا آمیخته کرده گفتگی هستند، 3 نهاد به هم یک کرده گفتگی هستند. اما یک نهاد تحقیقاتی Global Fire Power Index بودجه نظامی تاجیکستان را گفتگی است که همگی 79 میلیون دلار را تشکیل می دهد برای وزارت مدافعه. با قرب امروزه 892 میلیون سومانی. انا کنون نگاه کنید، مبلغی که امام علی رحمان با بهانه فوندش به کیسه میزند برابر به نیمی بودجه نظامی کشور است. نیمی بودجه ارمیه. نیمی بودجه ارمی تاجیکستان به کیسه رئیس جمهور با بهانه فوند رئیس جمهور زده می شود. یعنی اگر این مبلغی که به کیسه رئیس جمهور، فوند شخصی رئیس جمهور گفته زده می شود، با بودجه ارمیه، با بودجه نظامی همراه می شد، بودجه ارمیه در تاجیکستان 1.5 برابر بالا می شد.
1.5 برابر بیشتر میرفت، بیشتر میشد. حالا بیایید ببینیم با این پولی که فوند رئیس جمهور گفته به کیسه رئیس جمهور میرود، چقدر سلاح‌های در این شب روز خیلی مهم به ارتش کشور خریدن ممکن است. بیایید یک حساب کنیم. نگاه کنید. هواپیمای جنگی بی سرنشینی ترکی بایرکتار در همین شبای روز خیلی معروف شدگی است، مشهور شدگی است، سرخریدار است. حالا قرقیزستان همسایه هم میخواهد از این بایرکتار خریداری کند. میتوانستیم از این خریداری کنیم. یعنی قیمتش 5 میلیون دلار بوده است. یعنی با پولی از بودجه روی راست غارت کرده امام علی رحمان در یک سال بودجه که فوند رئیس جمهور گفته دزدیدگی است، میشد که 8 دانه این گونه طیاره های بی سرنشین خرید. طیاره های جنگی بی سرنشین، بیسپلوتنیک. چیزی دیگر با همین پول تانک های پیشرفته روسی T-90 میتوان خریداری کرد. چند تا؟ اگر حساب کنیم تقریبا 16 تا خریدن ممکن است. این تانک ها 2.5 میلیون دلار نرخ دارند، نرخ گذاری شده هستند. اگر همین مبلغ را رئیس جمهور غارت نمیکرد، ما میتونستیم که همین سال 16 تا تانکایی T-90 خریداری کنیم. ماشین تیگری روسیه را دیدگی هستید در یوتیوب، در رسانه ها، در تلویزیون. آخرین ماشین زمانوی زره‌پوشی استحصال روسیه است، تیگر. 100,000 دلار نرخ دارد. 100,000 دلار، یک دانه‌اش 100,000 دلار نرخ دارد. اکنون ببینید با 38 میلیون و 800 هزار دلاری که این پیشوا از بودجه غارت کرده است به کیسه میزند، میشود 388 دانه از این ماشین زره‌پوش جنگی زمانوی خریداری کرد. 388 دانه. اگر همین مبلغ به فوند رئیس جمهور جدا شده بین این سه مهمات جنگی تقسیم کرده شود، هواپیمای بی سرنشینی بایرکتار، تانک ها، ماشین های جنگی زره‌پوش، از همش چند عددی خریداری میکنیم، گوییم اگر ما میتوانیم 4 هواپیمای بایرکتار، هواپیمای بی سرنشینی بایرکتار، 6 تا تانکای T-90 و 50 ماشین زره‌پوش تیگر برای ارتش میتوانستیم خریداری کنیم. خود همین سال مقامات تاجیکستان دعوا دارد که مبلغ‌های جدا شده به فوند ذخیروی به کارهای خیریوی، اجتماعی و در حالت‌های اضطراری استفاده می‌شوند. در حالت‌های اضطراری اینا چیکار میکنند؟ در خراجات فوند آزمون‌های جمهوریوی، در بخش معارف فرهنگ، چی میگن، خوانشی بهترین، شاعری بهترین، همین خیلی ها چند تا میگذارندم. اما همه من و شما میدونیم که این گونه معرکه ها خراجات چندان زیاده ندارند و همان گونه که گفته گذاشتم تماشابینان عزیز، 10% فوند ذخیروی هم مصرف نمی شود. چیزی دیگر این است که اگر حتی همه مبلغ هم برای این گونه کارها مصرف می شدند، در شرایط همین روزه تاجیکستان آن را میشد گفت که اسرافکاری از حد زیاد است. چند چیزهای مهم وجود دارد چرا با چنین کارها پول صرف کنی؟ اما متاسفانه
این مبلغ به هیچ کجای صرف نمی شود و به احتمال زیاد به اسعار خارجی گردانیده شده به یکی از حساب‌های آفشوری امامعلی رحمان فرستاده می شود. تمام و سلام. به ان همان آزمون ها هم چند بیچاره صاحبکار را وظیفه دار میکنند، پول را میدهد میگذرانند. رئیس جمهور پول میدهد؟ چرا پول دهد؟ رئیس جمهوری که خود را پیشوا اعلان کرده است، اساسگذار صلح و وحدت و نجات دهنده ملت می حسابد، در دشوارترین روزهای ملت 5 میلیارد پولی بودجه به این هم یکی از کمترین در جهان را روی راست و نگله غارت می کند و خودش را وظیفه دار نمی شمارد که درباره بگوجا مصرف شدنی پولهایی از عرق جبین و با نوگ سوزن جمع شده ملت حسابات دهد. تماشابینان عزیز، اگر همین کار خیانت به وطن نباشد، پس خیانت چی از خودش؟ این بود صحبت امروزه ما. تماشابینان عزیز، تا دیدار آینده یکایک شما را به الله پاک میسپارم. موفق و سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.